برای درست کردن این استند اول باید عدد مد نظرتون رو روی کارتون بکشین، بعد دورش رو برش بزنین، بعد به فاصله که چند سانتی متر مثل همین کاری که من دارم میکنم اضافه تر ببرین که بتونین بعد لبه ها رو بیارین بالا. همه لبه ها رو همینجوری من با کاتر آروم فشار دادم، لبه ها رو جمع کردم بالا. بعد شروع میکنم با چسب به هم چسبوندن که یه کاری بشه که توش بتونم اسفنجی که میخوام رو بچینم. فقط این لبه ها دل بخواهیه، اگه اسفنجتون رو کوتاه میخواین بگیرین لبه ها رو کوتاه بگیرین. حالا مثل من شروع کنین اسفنج رو توش پر کنین. من اسفنج رو یه بار خریدم، هر دفعه از همون استفاده میکنم. مثل من همینجوری برش بزنین توش بچینین، بعد با خلال دندون شروع کنین اونو فیکس کردن به کارتون. هم میتونین با خلال دندون این کارو کنین، هم میتونین با چسب حرارتی این کارو کنین. خب تموم شد. حالا دیگه شروع میکنین گلا رو توش چیدن. ساقه گلا رو آری برش بزنین که راحت تر داخل اسفنجا فرو بره. به همین راحتی تموم شد. شما همینجوری میتونین عددهای دیگه هم درست کنین. 4 3 2 و 1.